یک فقیر نزد یک فروشنده می بیاد و میگوید که به خاطر الله برای ما یک چیزک بده. این فروشنده رم از ما بین اون میوه هاش یک میوه پوسیدگی را میگیره و در این میتیه. این جوان وقتی میوه پوسیدگی را میبینه، این فقیر از کیسه هکش میبراره و چند تنگه هکش میته، میگم دریا، میگم مدام میوه بده، در عوض ای برای من میوه بده. میوه های بهترین جدا میکنه و در ترازو چینش میکنه و میگیره میتیشه. این فقیر دست بالا میکنه و میگه الهی بوبی که این بنده برای تو چی داد و برای این پیسه چی داد؟ حالت ببین، کار ببین. به خاطر خدا یک میوه پوسیدگی را گرفت داد، یک میوه که پوچ شده بود گرفت داد. وقتی که پیسه را گرفت بهترین میوه ها را جدا کرد و داد. آیا خدا وقتی که در تو چشم داد از تو یگان مبلغ گرفت؟ خدا به تو زبانی گویا داد آیا از تو یگان مبلغ گرفت؟ از تو یگان چه ستانید که تو برای خدا یک میوه پوسیده نمیدهی؟ وقتی که نزد حضرت عمر رضی الله فقیری آمده گفت ای عمر به خاطر خدا برای ما یک خرما بدی. عمر رضی الله گریه کرد و گفت به خاطر خدا خرما نمیدی. این فقیر گفت تو به خاطر خدا خرما نمیدی؟ گفت نه نمیدی. من به خاطر خدا جانم را میدیم. خرما چی دارد؟ کجا شد حرمت این همه علم و این همه عزت اسلام کجا شد؟ من نخواه به خاطر خدا وقتی یک فقیر دری خانه ما میبیاد و دری ما را میکوبد یک جوگی بچهک، یا دری آشخانه ما میبیاد، دری یک رستوران ما میبیاد، ما رئیس آن رستوران هستیم، دری ما را میکوبه یا از آینه نظر میکند، ما نخواه او را نگیریم، در آغوش نگیریم، نخواه به خاطر الله درو یک غذا ندهیم، برای او یک لباس نخریم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فقیر بودن. ابو بکر صدیق رضی الله عنه وقتی که میگفتن ای ابو بکر به خاطر خدا برای ما یک چیز بدی، کاش میگفت ابو بکر مالی فراوانی از اینم داشت که به خاطر الله همش را میداد. ولی ببینید که امروز اگر به مغازه ما یک نفر بیاید و بگد به خاطر الله یک درهمک برای ما بده، جان ما میبرایه. ما یک بار اندیشه بکنیم که خدا به ما چشم داد، نگفت که بنده من تو چشم دادم به ما اینقدر مبلغ بده، ولی ما چرا برای خدا نمیدهیم؟ اگر که یک دختر بیایه یک ماشین فسان داره، یک جوان ماشین فسان دارد، ماشین پیش بازار داره، اگر داره یک طفله کبینه یا یک مسافده کبینه ماشین شمان کنه نمیسته. خدایی نکرده یک دختر عریان ببینه ماشین سمن میکنه و همه دختر میشنانه، و اگر دختر مبلغش بتیه مبلغی او رو نمیگیره. چرا عمر رضی الله این گونه نبودن؟ چرا ابو بکر این گونه نبودن؟ تو امتی چه کسی هستی میدانی؟ امتی همون شخصیتی که روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم در دست مبارک خرمایی داشتن، خرمایی دست مبارک داشتن، گرسنه بودن. چند نفری آمدن از صحابگان که ما گرسنه هستیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم همون یک خرما که گرفت در داد، گفت شما بخورید. کجا شد حرمت این همه عذاب و مشقت که امروز ما و تو به خاطر خدا نمی کنیم؟
چرا به خاطر خدا یک کاری نمی کنیم که ما خدا را از خود راضی بکنیم؟ امروز همه به موسیقی رو آورد، امروز همه به ریپ به قور بلا رو آورد، امروز همه دوستدار فیلم های ترکی شد، امروز همه دوستدار نفس و هوای خویش شد. همین است مسلمانی ما، همین است عبد بندگی ما. وقتی که عبد خدا شدی، وقتی که بنده خدا شدی، بنده حقیقی بشه، بنده حقیقی بشه.